تهدید نرم افزاری یعنی دستکاری کردن افکار عمومی مردم، یعنی ایجاد اختلاف، یعنی ایجاد تردید در محکمات انقلاب اسلامی. این تهدید نرم افزاری است. تهدید نرم افزاری یعنی ایجاد تردید در پایداری در مقابل دشمن. این کار دارن میکنن. به فضل الهی تا امروز موفق نشدن. تا امروز وسوسه دشمن نتوانسته دل مردم ما رو تکان بده، جوانان ما رو از عزم و از حرکت باز بداره. نمونهش همین راهپیمایی عظیم روز 22 بهمن. کجای دنیا چنین چیزی وجود داره؟ بعد از 40 و چند سال از پیروزی انقلاب، روز پیروزی انقلاب رو آحاد مردم، نه نیروهای مسلح، نه مسئولین، توده مردم، آحاد مردم، بدنه ملت، اون روز رو اینجور گرامی بدارن، با این حجم عظیم وارد میدان بشن و 46 سال با همه مشکلاتی که وجود داره، مردم مشکلاتی دارن، توقعاتی دارن، توقعات به حقی دارن، اما اینها مانع نمیشه از اینکه از انقلابشون دفاع کنن. معناش چیه این؟ معناش این است که تهدید نرم افزاری دشمن هم تا امروز در این کشور و در این ملت کارساز نبوده.